اما آیرو قبلا خیلی با موقعی که توی انیمیشن دیدیمش فرق داشته. اون یک ژنرال خشن و بیرحم بوده که کلی انسان بیگناه رو توی محاصره معروف باسینگسه به کام مرگ فرستاد. اون فردی بود که هر کاری برای جلب توجه و راضی نگه داشتن پدرش انجام میداد. حتی توی کتاب میراث هم اومده که اون خونش برای کسب قدرت به جوش می اومده. این توضیحات و این حجم از جاه طلبی بیشتر به اوزای میاد، اما خب این نشون میده که زندگی میتونه هر کسی رو وارد مسیرهای اشتباه کنه. اما مسیر زندگی آیرو کجا تغییر کرد؟ درست وقتی که پسرش لوتن رو از دست داد. بعد از اون آیرو تبدیل شد به همون اما آیرو سمبل صلح طلبیه. اما خب ما نمیخوایم در مورد اما آیرو صحبت کنیم. ما قصد داریم تو این ویدیو ببینیم علت مرگ لوتن یعنی پسر اما آیرو چیه. سلام بچه‌ها، چطورید؟ نیما هستم و اینجا آواتار برفکه. ما تو این کانال در مورد جهان آواتار ویدیو میسازیم و اگه به دنیای آواتار علاقه داری حتما کانال آواتار برفک رو دنبال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. بزن بریم. خب ما میدونیم پادشاه اوزای همیشه دنبال قدرت بوده و هر کاری میکرده تا پادشاهی رو مال خودش کنه. توی کمیک جستجو یه بار ارسا مادر زوکو و آزولا برای آیکم نامه‌های فیک میفرستاده تا ببینه واقعا اوزای نامه‌ها رو دزدکی میخونه یا نه. اون مینویسه که زوکو در واقع پسر آیکمه. این دروغ برای اوزای کافی بود تا بیاد پیش ارسا و خودش رو لو بده. اون میدونست که این حرف دروغه و زوکو پسر خودشه، اما این حرف اونقدر سنگینه که اوزای نتونه جلوی خودش رو بگیره. اون سریع یکی از کمانداران یویان رو استخدام کرد تا آیکمو ترور کنه. پس این واضحا نشون میده اوزای برای رسیدن به اهدافش حاضر چیکار کنه؟ درسته، حاضر دست به قتلم بزنه. با این ویژگی‌های فوق‌العاده که از اوزای داریم زیادم دور از ذهن نیست که بگیم اوزای برای قتل لوتن هم نقشه کشیده. لوتن اون زمان توی محاصره باسینگسه حضور داشته و هیچ کسی هم به اوزای و نحوه مرگ لوتن شک نمی‌کنه، چون بالاخره اونا داشتن بزرگترین سنگر حریف یعنی شهر باسینگسه ملقب به شهر غیر قابل نفوذ و فتح می‌کردن. در این صورت همه میگفتن که حتما توی یکی از درگیری‌ها کشته شده. همچنین همه ما میدونیم که اوزای ارتباط نزدیکی با کمانداران یویان داره و اینا اونقدر توی ترور کردن آدما حرفه‌این که میتونن یه نفر رو از فاصله چند صد متری بکشن. خب تئوری ما اینه که اوزا یکی از این کماندارا رو استخدام کرده تا لوتن رو در محاصره باسینگسه بکشه و به خاطر شلوغی‌های جنگ هم همه فکر میکنن که اون توی درگیری کشته شده. بعد اوزای بره پیش پدرش و سلطنت رو از اما آیرو بگیره. البته خب این بخش با شکست روبرو شد و پادشاه آزولان گفت که با آیرو خیانت نمیکنه. بعدش هم که دیگه میدونید پادشاه آزولان توسط سم مسموم شد و اوزای با خیانت به برادرش تبدیل شد به پادشاه آتش. حالا قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنیم اینم بگم که ما این تئوری رو نگفتیم و فقط یه تئوری بوده که ما اومدیم بررسیش کردیم. ممکنه این تئوری غلط باشه اصلا، اما با شناختی که از اوزای داریم انجام این کار اصلا ازش بعید نیست. خب بچه‌ها این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه و توی کامنت ها بگید که به نظرتون این تئوری میتونه درست باشه یا نه. و باز میگم اگه به جهان آواتار علاقه داری حتما کانال آواتار برفک رو دنبال کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوی بعدی، سی یو.